5 کیلومتر ساعت 6 صبح روز اول. درستش این بود که بگم 5 صبح 5 کیلومتر، ولی با خودم گفتم دیر رسیدم بهتر از اینه که هرگز اون کار رو انجام ندم. اولش فکر کردم با خیلی تون بردم و مسابقه است، ولی خب اصلا اینجوری نیست. بر روی ریتم خاصی بری که بتونی ادامه بدی. و اینم بگم که اولین باری بود که میخواستم 5 کیلومتر مداوم بدوم و تا حالا این کار رو انجام نداده بودم و پیش خودم حس می‌کردم خیلی سخت و اصلا نمیتونم. ولی بهتون پیشنهاد میدم حتما توی بهار که هوا انقدر خوبه این کار رو انجام بدید. 4 کیلومتر. چون قبل از اینکه بیام بدوم قشنگ تو فروپاشی روانی بودم، میخواستم گریه کنم و اصلا یه حالی. ولی بعدش با دیدن گل و بلبل و سنبل و همه اینا خیلی حالم بهتر شد و اینجوری شد که تونستم روز اول رو با موفقیت به تمام برسونم. 5 کیلومتر بالاخره 5 کیلومتر. فردا میبینمتون.